روز بخیر بینندگان عزیز رادیو آزادی، سرخط رویدادهاست. منظورتان چون معمول در همین وقت و ساعت. در چند دقیقه که داریم از آن میگوییم ساکنان تاجیکستان در هوای سرد با چوروایشان نیز لباس پایافزال میپوشانند. در این طرفشان یک راننده با ماشینش نوزیر راه را برقصدانه پخش کرده است. امام خطیب مسجد در ختلان پرزیدنت کلوب فوتبال انتخاب شد و وزارت معارف از ساکنان دعوت کرد که با آوازه‌های بی‌اساس باور نکنند. در دوام 24 ساعت گذشته نیروهای اوکراین در شرق این کشور به حمله‌های منظم نیروهای مسلح روسیه مقاومت نشان دادند. در همین حال کیف در عرصه ملاقات کشورهای متفق غربی بار دیگر درخواست نمود که نیروهایش را با اسلحه برای حمله به مانند تانک تامین کنند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین صبح روز سه‌شنبه گزارش داد که روسیه کمش 70 حمله راهاندازی نموده 15 شهر و دهه و از جمله سولیدار و بهموت را مورد آتش قرار داد. شام دیروز در پیام تلویزیونی پرزیدنت اوکراین ولودیمیر زلنسکی حمله موشکی به بینای بلندآشیانه استقامتی شهر دنیپرو که حیات 40 نفر را از بین برد یادآور شده به ضرورت تامین اوکراین با اسلحه تاکید کرد. وزارت معارف و علم تاجیکستان آوازه‌ها درباره تا 1 فوریه دراز شدن تعطیل در مکتب و کودکستان‌های کشور را رد نمود. در مراجعتنامه وزارت تاکید شده است که شهروندان نباید به چنین خبرهای بی‌اساس باور کنند، زیرا طوری قبلا اعلام کرده شد تعطیل بنابر سردی هوا و جلوگیری از بیماری‌های سرماخوردگی تا 20 ینور تعیین شده است. در مکتب‌های تاجیکستان بیش از 2 میلیون خواننده تحصیل می‌کنند. ریاست نظارت دولتی انرژتیکی در ختلان باشد با نشر یک مراجعت نامه از مردم خواسته است که نیروی برق را صرفه‌کارانه کار برند. درخواست شده است که مشتریان از اسباب‌های کم مصرف برقی استفاده نموده به بودجه عائله و کارخانه ضرر مالی نرسانند. ضمناً بسیاری از ساکنان دهات برای حفظ چاروا و مالشان در این روزهای سرد عاقل‌ها را هم تا حد امکان گرم می‌کنند و مثل زمان سابق شوروی مالشان را به خانه می‌دارند. ولی یک کاربری ما با ارسال نوار میگوید مادرش لباس و پایافزال اهل خانواده را به چاروا تقسیم کرده است تا آنها تلف نیابند. این از زمستون ندیده چه خلخنکه این علاقش نپیشونی میمره و خنکی رو بیچاره را کراسات که اینو وستام پشوندمش که خنک نخره. سرخط رویدادها را ادامه میدیم. یک ساکن 35 ساله شهر استرفشان برای برقصدانه با ماشینش پخش کردن نوزیر راه دستگیر شده است. طوری از برنامه تلویزیونی میلیسیا خبر میدهد برمیآید حادثه صبح 28 دکبر سال گذشته در نزد بازار مرکزی شهر استرفشان رخ داده است. راننده ماشین مأمور شریپوف خودروش را در جای ممنوع میگذارد وقتی ناظر کلانی راه احسان محیدینов برای قید قاعده ویرانکنی از شریپوف نشان دادن حجت‌هایش را طلب میکند. راننده نه تنها به این امر اطاعت نکرده بلکه ماشینش را از بالای کارمندی میلیسیا میراند. در نتیجه پای محیدینов میشکند و دیگر جراحت‌های وزنین میبردارد. حالا نسبت مأمور شریپوف پرونده جنایتی باز شده او در حبس پیشکی قرار دارد. در جنوب تاجیکستان امام خطیب مسجد نویه واسه سعید کرم سیروجیف با تخلص دومولوخول پرزیدنت دسته فوتبال هولبوک انتخاب شد. مخلصان در شبکه‌های اجتماعی از این اقدام استقبال کردند. فوتبالبازان دسته هولبوک در نوبت خود امیدوارند که نفوذ امام خطیب به تاجران محلی تاثیر میرساند و آنها به این تیم برای در سال آینده برآمدن به زینه بالایی فوتبال تاجیک کمک مالی میکنند. سعید اکرم سیروجیف پیشتر نیز به مدت 3 سال سرپرستی دسته هولبوک بوده است. در موسم قبلی هولبوک در دیویزیون اول در جای هفتم قرار گرفته امسال برای شامل شدن به لیگ عالی تلاش خواهد ورزید. این دسته در گذشته در لیگ عالی بازی میکرد اما با سبب نداشتن دستگیری مالیوی موقع خود را حفظ کردن نتوانست. در قزاقستان یک شهروند تاجیکستان را دستگیر و به وطن استرداد کردند. مقامات تاجیک بازداشت شده را با اتهام قلابی در جستجوی بین‌المللی اعلام کرده بودند. در پرونده شهروند 27 ساله گفته می شود که او ماه آگوست سال 2021 به باوری یک جبر دیده درآمده بر عوض $2325 وعده داده است که برایش ویزای سفر به لاتویا را گرفته او را به آن کشور می‌فرستد. اما بعداً وعده‌اش را فراموش نموده مبلغ گرفته‌اش را به منفعت خود صرف و از کشور فرار میکند. پس از چند معین کرده می شود که او در شهر اوست-کامینگورسک قزاقستان قرار دارد. با بازداشت شده جریمه و یا از 2 تا 5 سال زندان تهدید میکند.
بخش قرغیزی رادیوی آزادی با تکیه به منبع‌های قابل اعتمادش گزارش می‌دهد که نازگل طولموش و همسر سابق پرزیدنت قرغیزستان قرمانبک باقیف درگذشته است. گفته می‌شود که همسر باقیف در سن 47 سالگی بر اثر بیماری در مینسک وفات کرد و نزدیکان کوشش دارند که جسد را در ولایت جلال‌آباد قرغیزستان به خاک سپارند. قرمانبک باقیف سال 2005 پرزیدنت قرغیزستان انتخاب شده، سال 2010 در نتیجه انقلاب به اصطلاح لالگی برکنار شد. او در قرغیزستان در غیبش به 30 سال زندان محکوم گردیده است. حالا با اجازت شما دوستان مهربان قرب اسعار خارجی در تاجیکستان را اعلان میکنم. بانک ملی برای امروز 17 ینور 1000 روبل روسی را رسا 148 سومانی نشان میدهد. 1 دلار 10 سومانی و 24 درم و 1 یورو 11 سومانی و 8 درم می باشد. دوستان مهربان اینجا نشر نوبتی سرخط رویدادها را به پایان میبرم، اما با شما خیر خوش نمیکنم زیرا 4 ساعت بعد برنامه اخبار آزادی تقدیم می شود و من شما را در آن همراهی خواهم کرد. با رادیو آزادی بمانید.